امروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان در اجلاسی نوبتی خود طرح قانون افرا که از جانب پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت 25 سالگی استقلال تاجیکستان پیشنهاد شده بود به تصویب رسانیدند و بر اساس این طرح قانون 12,000 نفر از جمله هم گمانبر شده ها و هم محکوم شده ها را در بر میگیرد که از این 3,000 نفر زندانی به آزادی خواهد برآمد و این را باید بگویم که امروز در اجلاس که این طرح قانون از 22 ماده عبارت بود، هر یکی از ماده ها نیز در علاهیدگی بررسی شدند و به آواز گذاشته شدند. طرح قانون افرا یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان در اجلاس معرفی کرد. در این اجلاس شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان و عزت الله شریفوف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه نیز شرکت داشتند. قانون مذکور نسبت جنایتکارانی که در کوفتوکو قرار دارند تطبیق کرده می شود، تطبیق می گردد به استثنای آن جنایتکارانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنی صادر کردند. محدودیت اوید تطبیق نکردن قانون مذکور نسبت چنین شخصان در ماده‌های معین لایحه قانون پیش بینی شده است. رئیس دادگاه عالی شیر محمد شاهیان هم گفت که قانون نسبت به آن شهروندان تاجیکستان که از جانب دادگاه‌های کشورهای خارجی محکوم شدند و برای ادامه ادای جزا به داخل کشور انتقال داده شدند عملی می شود. این قانون از 22 ماده عبارت است و وکیلان پس از بحث و بررسی 2 ساعته برای قبول هر یک ماده علاهیده و هم برای این قانون در مجموع رأی دادند و با آن اتفاق آرا تصویب شد. قرار قبول شد. این قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که امروز قبول کرده شد به خاطری هست که با امیدی هست که شهروندان عموما شخصانی که گمراه شدند در حالت‌های معین در واسطه با عامل‌های سوبیکتیو و ابجکتیو جنایت‌ها صادر کردند، از کردارهای خود پشیمان می‌شوند، به حیات معتدل برمیگردند. امید با وارد نمودن آنها، رینتگراسیون جمعیتی آنها با جمعیت سالم باید فرا گیرد. بر اساس طرح قانون عفو آنهایی که آدم کشتند، با گناه تروریسم و افراطگرایی به زندان محکوم شدند یا جنایت‌های مقابل ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت صادر کردند عفو نمی‌شوند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 در عرفه 20مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قبول شده بود و بر اساس آن بیش از 100,000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند. میرزا نبی خالقزاد برای یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.